سلام. یه پستی گذاشتم راجع به داروی تاموکسیفن و خیلی سوال پرسیدن که چرا اونها دارن داروی لتروزول رو میگیرن به جای این دارو. و میخوام یه مقداری راجع به این قضیه و این دسته داروها هم یه مقدار توضیح بدم. گفتیم که هورمون‌های زنانه مثل غذا یا سوخت میمونه برای سرطان‌های سینه که گیرنده برای هورمون‌های زنانه دارن. حالا این هورمون‌های زنانه در بدن کجا تولید میشن؟ یکی تخمدان‌ها هستن و یکی هم در واقع آنزیم‌های اروماتیز هستن که باعث تولید این هورمون‌های زنانه میشن. در دوران یائسگی خب تخمدان‌ها از سیستم در واقع سیستمشون غیر فعال شده و هورمونی تولید نمی‌کنن. پس ما اگر بتونیم این آنزیم اروماتیز رو در واقع از سیستم خارج بکنیم، میزان هورمون‌های زنانه رو کاهش دادیم. و این دسته دارویی که اصطلاحاً بهشون اروماتیز اینهیبیتور میگن، این کار رو برای ما انجام میده، مثل لتروزول، مثل انستروزول یا اگزمستین. حالا اگر در دوران قبل یائسگی هستش این داروها رو بخوایم استفاده بکنیم، باید تخمدان‌ها رو حالا یا از طریق جراحی از بدن خارج بکنیم یا به صورت دارویی اونها رو غیر فعال بکنیم. واسه همین قبل از یائسگی ترجیح به این هستش که تاموکسیفن استفاده بشه و بعد از اون لتروزول انتخاب میشه. معمولاً از نظر اثر بخشی و افزایش طول عمر و در واقع پیشگیری از بازگشت سرطان هم این دوتا دارو خیلی شبیه به هم عمل میکنن. از نظر ساید افکت یا عوارض هم داروی لتروزول خیلی قابل تحمل تر هستش. مهمترین ساید افکتشون دردهای استخوانی و مفصلی هستش که معمولا با ورزش و ماساژ گرفتن و گاهی با دارو قابل کنترل خواهد بودش. یکی از عوارض دیگهشون پوکی استخوان هستش. برای همین قبل از اینکه این دارو رو شروع بکنم معمولا یه اسکن استخوان انجام میشه و اگر لازم باشه در واقع مکمل‌های مثل کلسیم، ویتامین دی تجویز میشه یا داروهایی مثل بیسفوسفونات که در واقع بشه استخوان‌ها رو محافظت کرد و معمولا هم هر سال این تست اسکن استخوانی رو تکرار باید کرد. عوارض قلب و عروقی ندارن زیاد، ولی خب چربی خون رو یه ذره بالا میبرن، واسه همین اون رو هم باید در نظر گرفت. یه مقداری میتونن باعث خشکی واژن بشن که معمولا متخصصان زنان میتونن کمک کنن که اون رو درمان کرد و همچنین بعضیا دچار گر گرفتگی میشن که خیلیا گفتن وقتی این دارو رو سر ساعت میخورن و معمولا در شب میخورن این عارضه هم کمتر هستش. خیلی مهم هستش که اگر این دارو رو مصرف میکنید سرخود قطعش نکنید، حتما با دکترتون صحبت بکنید و اینکه به حرفای من اعتماد بکنید، ولی راستی آزمایی هم یادتون نره.